هزینه یه اتاق نوزاد یا کودک از چه قیمتی شروع میشه تا چه قیمتی؟ من الهام اکبری هستم، دیزاینر تخصصی اتاق کودک و نوزاد. میخوام بهتون در مورد هزینه ها بگم که خیلی از من توی اینستا میپرسین و گفتم یک ویدیو مفصل در موردش اینجا درست کنم که کاملا یه ذهنیتی براتون به وجود بیاد. شاید خیلیتون اصلا تا به حال به این زمین ها اصلا فکر نکرده بودین، اولین بچه‌ای که داریم به دنیا میاریم و اصلا نمیدونیم بازار چطوریه و چه خبره. و خیلیاتون هم هستین که خب 5-6 سال پیش اون موقع سیسمونی گرفتین، الان میخواین دکور رو عوض کنین و ذهنیت هایی که دارین در مورد هم 5-6 سال پیشه که خب دیگه خیلی ازش گذشته و اصلا نمیشه مقایسه کرد. هزینه‌ای که واسه اتاق کودکتون انجام بدین بستگی به انتخاب‌های شما و کیفیتی که انتخاب می‌کنید داره. مثلا واسه یه اتاق میشه کمد دیواری کار کرد، میشه یه دونه تک کمد جداگونه گذاشت. وقتی شما کمد دیواری کار میکنید، حجم لوازمی که میتونید توی اون کمدتون بذارین، ویترین در بیارین، نورپردازی در بیارین، اکسسوری ها، یراقالاتی که توی اون کمد استفاده میشه، خب خیلی متفاوت از یک کمد تک عادی. پس قیمتشون با هم خیلی متفاوته. ولی خب ویژگی خوبی که کمد دیواری داره اینه که شما میتونید متناسب با تم اتاقتون و حالا نیازهایی که دارین براش جاهای مختلف طراحی کنین که همه وسیله ها از جمله کالسکه، کریر، مثلا چمدون، وسیله‌های این شکلی همش توی کمد جا بشه و حد اکثر استفاده از یک فضا رو شما میتونید با داشتن کمد دیواری طراحی درست داشته باشید. و حالا اینکه اون کمد دیواری چه هزینه‌اش میشه بستگی به اون متریالی داره که نجار یا سنده داره توی اون کمد دیواری ازش استفاده میکنه. مثلا کمد دیواریایی هستن که داخلشون کلا تمام رنگه و رنگ‌هایی که کار میشه اکثرا پلی‌اردنن. خب این کمد خیلی قیمتش بیشتر از کمدی که داخلش از MDF روکش کار میشه. یه سری کمد دیواریایی که ما کار میکنیم توشون نورپردازی داره، وقتی در کمد باز میکنی داخل کمدشون روشن میشه، رگال‌های نوری داره بعضیا و بعضی اصلا رگال آسانسوری داره. اینا بهش میگن اکسسوری هایی که توی اون کمد استفاده شده و هر کدوم از این تک آیتم خریداری میشه و روی کمد نصب میشه. این اکسسوری کمد به حساب میاد. یراقالاتی که کار میشه مثلا آرامبند باشه یا معمولی باشه، از برند خاصی باشه یا اینکه ایرانی باشه، خب این به اون کیفیت هست و قیمت خیلی تاثیر داره. ولی ما میانگین قیمتی که میتونیم برای یه اتاق تو سال 1403 که الان هستیم در نظر بگیریم، از حداقل قیمت 130 میلیون تومان تا حد اکثر قیمت 350 میلیون الی 400 میلیون تومانه. حالا باز هم این مدل های مختلف داره و وقتی شما میخواین یه اتاق خودتون چیدمان کنین، چه به یکی مثل منی که دیزاینر هستم بدین اتاق براتون چیدمان کنه، انتخاب های شما خب خیلی فرآیند خرید تغییر میده. مثلا شما میخواین خودتون اتاق چیدمان کنین، فکر نکنین که اگه خودتون چیدمان کنین شاید هزینه کمتری بیاد و اینا. نه، شما اگه کیفیت خوب بخواین همین قدر هزینه کنین. اگر کیفیت خیلی براتون مهم نباشه و از کارهای شورومی و آماده توی بازار خرید کنین، شاید قیمتی که در میاد اتاقتون مخصوصا اتاق نوزاد پایین‌تر از این رقم بشه، چون کارهایی که توی مثلا یافت‌آباد توی حالا سری شوروم ها اینا هستن، اینا از جنس MDF وکیومه. استحکام اساسای خیلی خوبی دارن، نوزاد نوجوانن، ولی یک مدل روتین و ثابت با یک رنگ بندی ثابته. یعنی شما خیلی چیز متنوع و چیزهای ژورنالی نمیتونید بدین به اون فروشنده براتون بسازه. یک کار روتین ثابته که تا 4-5 سال استفاده میشه و این هست. حالا من چند نمونه از کارهایی که 130 میلیون تومانیه، 178 تومانیه و 200 خورده ایه میخوام بهتون نشون بدم که شما تفاوتش رو ببینید و این ذهنیت رو داشته باشین که چقدر برای اتاق بچه‌ها هزینه کنید. از اتاق 130 میلیون تومانی شروع کنم تا براتون جذاب‌تر باشه. این کار یک نمونه اتاقه که یه دونه کمد داره، تخت نوجوان شو داره و یک دراور و کاور و شوفاژ، شلف. توی اتاق خودشون کمد دیواری داشتن، ما به کمد دیوارشون دستی نزدیم، نقاشی روی دیوار کار شده، یه سری اکسسوری تهیه شده، موکت مدل هرمس براشون کار کردیم و حول و حوش قیمتی که امسال بشه این کار رو انجام داد 130 میلیون تا 140 میلیون تومانه. باز هم به سازه تخت و کمد و اینها ارتباط داره. مثلا اگه تختش بخواد تمام چوب کار بشه قیمتش بالاتر میره. این کاری که الان ما اینجا انجام میدیم ترکیب MDF و چوبه. یه مدل دیگه اتاق داریم که اینجا ما اومدیم یه کمد دیواری هول و هوش مثلا 2 متری براشون کار کردیم همراه با ویترین. یه تخت تمام چوب با جنس چوب روس داریم، یه دونه دراور، کاور شوفاژ، نقاشی و اکسسوری موکت، باز هم مدل هرمس. این اتاق اگه بخواد امسال اجرا بشه هولوش 170 میلیون الی 180 میلیون هزینه همچین اتاقی میشه.
مدل بعدی اتاق هم که میبینید سبکش مونتسوریه، این هم هولوش 180 الی 190 میلیون هزینه همچین اتاقی میشه، چون اکسسوری ها و لوازم توی اتاقشون هستش یکم بیشتره. اتاق بعدی که میخوام بهتون نشون بدم اتاقیه که هولوش قیمتش 230 میلیون تومان اجرا شده و یه خورده سبک نو کلاسیک داره. یه کمد دیواری درشون کار کردیم که ویترین داره، داخل ویترین نور پردازی، داخل کمد کشو خورده. این مدل سبک تخت تمام چوب کار شده، پنل های دیواری، نقاشی، تاج، تور، میز و صندلی، پرده قشنگ و حالا کیفیت خوب، همه چیز استفاده کردیم با دراور. هولوش 230 میلیون الی 240 میلیون هزینه همچین اتاقی میشه. اتاق بعدی که میخوام هم بهتون نشون بدم این اتاق 16 مونه که خب توی پیج من احتمالا خیلی دیدینش، یکی از محبوب ترین اتاقهای سال گذشته میشه بهش اشاره کرد. و اینجا یه دیوار 4 متری داشتن که ما توش کمد دیواری، ویترین، کشو، دراور و شلف درآوردیم. قسمت دیواری خودشون هم یه در ریلی داشتن که متناسب با رنگ و تم اتاق درهای ریلیشون رو عوض کردیم به کل اتاق با هم همخوانی داشته باشه. و هزینه این اتاق امسال اگر بخواد اجرا بشه هولوش 270 الی 290 میلیون هزینه همچین اتاقی میشه. اتاق بعدی که میخوام بهتون نشون بدم همچین اتاقیه. این اتاق یک دیوار 3.5 متری کمد دیواری کار شده با نورپردازی و کشو و ویترین و اینها. یه دیوار دیگه هم خودشون داشتن که اونجا رو قبلا کمد دیواری کار کرده بودن، ولی ما یه سری تغییرات بهش وارد کردیم و مدل دراش رو عوض کردیم، ویترین بهش اضافه کردیم که تم اتاق همخوانی داشته باشه و تخت لمسه براشون کار کردیم که هزینه این اتاق هم بین 270 الی 300 میلیون هزینه همچین اتاقی میشه. همین که عکس‌ها بهتون نشون دادم، شما هر چقدر که تعداد کمد و لوازمی که میخواین توی اتاقتون سازه‌های چوبی بیشتر بکنید و لوازم با کیفیت تر بخواید استفاده کنید توی اتاقتون، خب هزینه اتاقتون هم بالاتر میره. یعنی وقتی ما بهتون 130 میلیون تومان یه اتاقه، قطعاً اون اتاق کمد دیواری طراحی شده و نصبی نداره، ولی کمد تک داره. و یا وقتی که مثلا میگیم که ما این اتاق رو میتونیم براتون با قیمت 350 میلیون مثلا اجرا کنیم و با قیمت 290 میلیون یه اختلاف قیمت 50-60 میلیون تومان این وسط هست، به خاطر همین اکسسوری ها، سازه چوبی، MDFی که توش کار میشه، جنس، نوع رنگ، MDF حالا روکش طبیعی باشه یا نه، و خب خیلی جزئیات مختلفی هست که هر سازنده‌ای بنا به کاری که داره ارائه میده روی کار خودش قیمتی میذاره. یک توصیه واقعا دوستانه بهتون میکنم، کار نجاری خیلی بازی داره. یعنی مثلا شما ممکنه از 10 نفر قیمت بگیرین و 10 تا قیمت متفاوت، یعنی اصلا تو یه رنج هم نیست. یعنی من که خودم سازنده نیستم و سازنده های خوب مختلفی دارم و هر سازنده خب یه کاری خوب میتونه انجام بده و با توجه به شناختی که از سازنده هام دارم و حالا طی کارهایی که با هم انجام دادیم دیگه هر کسی میدونم که مثلا فلان آقا میتونه این طرح خوب در بیاره، اون یکی میتونه این رنگو خوب در بیاره و طبق اون باشون کار میکنم. ولی خب سازنده ها و نجارها اینجوریان که از درصد سود خودشون کم نمیکنن. اگه شما قیمت پایین‌تر بخواید براتون با قیمت پایین‌تر میسازن، ولی از کیفیت کارتون کم میکنن. یعنی به فرض اگه یه نجاری قراره که روی این کار مثلا 30 میلیون تومان دستمزد اجرت خودش 30 تومن خود سود بگیره، حالا به شما قیمت میده یه کاریو 80 میلیون تومان، بعد شما میگین که قیمت پایین‌تر باشه، چی میگه باشه من میتونم براتون 60 تومن هم اجرا کنم. بعد شما میگین من کیفیت خیلی خوبتر میخوام، میگه من 150 تومن هم میتونم براتون اجرا کنم و اون سازه‌ای که توی کار شما به کار میره واقعا متفاوته. پس حالا اگر خواستین قیمت‌های مختلف با هم مقایسه کنین، سعی کنید اطلاعات از سازنده بگیرید. ریلش چه جنسیه، چه برندیه، داخلش نورپردازی داره یا نه، کشو میذارید یا نه، MDF کار میکنید، کفیه کشو 6 میله یا 3 میله، رنگتون چه رنگی، رنگ پلی استر، پلی اورگان، روکشه و همینا توی ساخت تاثیر داره دیگه. این ویدیو رو آماده کردم که هر کسی از این به بعد از من قیمت بپرسه ارجاع بشه به اینجا و در مورد قیمت‌ها یک اطلاعات کلی داشته باشه. اما قیمت دقیق هر اتاقی
بعد از طراحیش مشخص میشه حالا چه ما طراحی کنیم براتون، چه سازنده ها طراحهای دیگه براتون طراحی کنن. وقتی که طرح مشخص میشه، ابعاد اجرایی در میاد، میتونن سازنده ها و نجارها برآورد کنن که خب این اتاق انقدر مواد مصرفیشه، انقدر درصد دیزاین، حالا انقدر درصد ساخت و لوازمشه، حالا رنگ که خاصه رنگ پلی استر، پلی اورتون، فلان و بیسار و اکسسوری ها، و قیمت دقیق اون موقع بهتون میدن که این اتاق اینقدر قیمتش. پس اگه میخوایم یه اتاق داشته باشیم با یه دیزاین خاص، یه طراحی خاص و یه جنس و کیفیت خاص، هزینه خاص هم باید براش انجام بدید. باز هم اگه سوالی داشتی برام توی کامنت بنویسین، من اینجا رو همه رو چک میکنم و جوابتون رو میدم. مرسی که در این ویدیو با من همراه بودین. خوشحال میشم که چنل جدیدمون رو سابسکرایب کنید و کلی قراره اینجا ایده های خفن و کارهای خفنی که قراره امسال انجام بده براتون به صورت کامل توضیح بدم، از خلاقیتامون بگم که شما هم ایده بگیرید و اتاقهای خیلی خیلی خفن تری تو راهه. دوستتون دارم. فعلا.